به نام خدا. تو این ویدیو میخوام نصب نرم افزار ISE رو خدمت شما توضیح بدم و بریم ببینیم که چطور میتونیم توی ویندوز 10 و ویندوز 11 ISE رو نصب کنیم. ISE توی ویندوز 11 که اصلا نصب نمیشه و شما مجبورید که یک ویندوز مجازی رو بالا بیارید. توی ویندوز 10 هم نصب میشه ولی منتها باید یه سری کارها رو بعد از نصب انجام بدید که این بتونه درست بیاد. و خب توی ویندوز 7 مشکلی نداره. توی ویندوز 8 هم یه جورهای شبیه ویندوز 10 و باز درست جواب نمیده. خب حالا قبل از اینکه ادامه بدیم لازمه که یک نرم افزار رو بریم دانلود کنیم. من می نویسم دانلود نرم افزاری مثل چی؟ ویرچوال باکس. این خودش اوورد. ویرچوال باکس رو دانلودش میکنیم. دیگه جدیدترین نسخش تا الان ورژن 7شه. من این ورژن 7 رو میارم و اینجا نسخه 64 بیتیش رو میزنم دانلود بشه و حجمش هم خب 100 مگابایت دیگه. زیاد نرم افزار سنگینی نیست که زمان ببره نصبش و دانلودش. در واقع این سریع دانلود میشه و ما میتونیم با کمک این برنامه ویرچوال باکس یک ویندوز مجازی بالا بیاریم. نرم افزارهای دیگه هم وجود داره. دانلود نرم افزار اگه بنویسید ویندوز مجازی میتونه VMware باشه، VMware Workstation باشه، ویرچوال باکس باشه. دیگه معروف ترینش همینا هست و خب ممکنه نرم افزار دیگه هم بتونید برای این کار پیدا بکنید. ولی خب این VMware و ویرچوال باکس یکی از معروف ترین هاشون هستن و عرض کنم خدمتتون که VMware یه مقدار سنگین تره و ویرچوال باکس سبکتر هست. حالا اگر من این سایت سافت 98 رو باز کنم، نسخه 64 بیتیش 220 مگابایته ولی اون یکی چقدر بود؟ 100 مگابایت بودش و این میتونه ویندوزهای مختلفی رو به شکل مجازی بالا بیاره. حالا الان دانلودش تموم شد، من بزنم اوپن بشه و نصبش و این ستاپش رو میزنم و این دیگه هیچ چیزی نمیخواد دیگه، هیچ کرکی هیچی نمیخواد و در واقع نرم افزار رایگانه. من اینجا اینا رو میارم، این دیگه همه چیزش رو کامل نصب کنه دیگه. همین درایو سی اینجا بره نصبش کنه و میگه یه نتورک ایجاد میکنه برای ما، یه شبکه مجازی. خب میگه میخوای نصبش کنم، خب میگم نصبش کن. یه پایتون اینم دپندنسیه، اینم میگیم نصب کن. بعد دیگه حالا نکس میزنیم که این دیگه اجرا بشه دیگه. این الان نصبش سریع انجام میشه. بعد از نصب ما باید یه ویندوز مثلا 7 مجازی روی این بیاریم بالا که بتونیم ISE رو روی اون ویندوز 7 اجرا بکنیم. خب من اینو فینیش که بزنم اینو برای من میاره، ویرچوال باکس برای من میاره. کافیه که من یه نیو بزنم، یه سیستم عامل جدید درست کنم. میتونم توی یه درایوی برم ذخیرش کنم، مثلا میتونم تو درایو دی بریزمش که اگه ویندوزم عوض شد نپره، فایلم نپره. خب پس فولدرمو میتونم بذارم درایو دی، بره درایو دی، البته فارسیه انگلیسی بشه، درایو دی بره و اینجا یه فولدر مثلا ویرچوال باکس درست کنیم. اسمش هم میذارم وین 7 باشه و ویندوز 7 هم بهش میخوام بدم.
خب ویندوز 7 رو میخوام بهش بدم، بعد بهش یه فایل ایزو بدم. خب یه فایل ایزو بهش بعد بدم که ویندوز 7 رو بشناسه. نکس میزنم، میگه چقدر میخوای در واقع مصرف و حافظه و ایناش میخوای چقدر باشه. مثلا من میتونم بهش 2 گیگ رم بدم، یه هسته سی پی یو بدم، نخواستم میتونم تعداد هسته های بیشتری رو بهش بدم، مثلا 2 هسته بهش بدم به فرض. نکس میزنم، بعد میگه هاردش میخوای چقدر باشه، ویندوز 7 چقدر جا بگیره روی دیسک، روی هارد دیسکتون. مثلا من میگم 32 گیگ جا داشته باشه. خب بعد دیگه نکس میزنیم، این الان آماده میشه، فینیش رو میزنیم. خب این الان میاد، ولی من بعد برم تو تنظیماتش، اینو بعد بزنم برم تو ستینگش و اینجا استوریج، اینجا بیام بهش یه درایو سی دیه، این فایل ایزوی ویندوز 7 رو بعد بهش بدم. اینو من بعد بهش بدم، اینو میزنم choose a disk file، میام توی قسمت مای کامپیوتر فایل ایمیج ویندوز 7 رو من بعد بهش بدم. البته این رو اجازه بدیم من بعد برم تو درایو شبکه، درایو شبکه رو من باز کنم، بعد برم اینجا فایل در واقع ویندوز اینجاه، تو درایو شبکه وارد میشم، اینجا فولدر ویندوز 7، یه ویندوز 7 رو بعد روش نصب بکنیم. مثلا میتونم این ویندوز 7 رو بریزم. حالا آپدیتاش خیلی فرقی نمیکنه، 64 بیتی اوپن میکنم، اینو بهش دادم. حالا اگر ویندوز رو استارت کنم، این گزینه رو بزنم، این الان همه چیزش آماده است دیگه، خود به خود میره بوت ویندوز 7 رو برای من میاره. این الان در حال آماده سازیه، یعنی میاد اینجا اون فولدرش رو میسازه. خب این الان آماده است. این چجوری میره این صفحه این بغلش؟ خب این الان وایسیم که لود بشه بیاد بالا ویندوز 7 تا خدمت شما توضیح بدم که بعد چیکار کنیم. میتونیم تمام صفحه‌ش هم بکنیم. خب این الان بیاد بالا، ما میتونیم نصب ویندوز رو انجام بدیم. یکم طول میکشه دیگه، بس صبر کنیم قشنگ لود بشه بیاد بالا. خب من اینو نکس میزنم، اینستال نو اینو میزنم، انگار واقعا یه سیستمه دیگه، من دارم روش ویندوز میریزم و میگه چه ویندوزی رو میخوای. مثلا من ویندوز 7 آلتیمیت رو میخوام پری اکتیویت، خودش اکتیوم بشه. نکس میزنم، بعد تو صفحه‌ای که باز میشه اکسپت رو اعلام میکنم، بعد اینجا کاستوم رو میزنم، اینو بعد پارتیشن بندی کنم. یه پارتیشن تکی میخواد دیگه، 32 گیگ بیشتر نیست. اینو نکس میزنم و اینجا بعد منتظر باشم که این نصب بشه، این بره نصبش رو انجام بده دیگه. الان این داره میره دیگه، 1%، 2%. خب من فعلا رکورد رو متوقف میکنم تا این به 99% برسه، بعد دوباره ضبط رو ادامه میدم. خب من یه نکته دیگرم بگم، عرض کنم خدمتتون که این فولدر ویرچوال باکسه، این الان داره ویندوز رو نصب میکنه، یه فایل ویدیویی داره، این فایل رو داره حجمش رو میبره بالا. این ویندوزی که داره نصب میشه همینجوری حجمه میره بالا دیگه، حد اکثر 32 گیگ جا میگیره دیگه، 32 گیگ جا میگیره دیگه. بس صبر کنیم که این نصبش انجام بشه تو این قسمت. این الان 18% پر شده، 18%، 19% پر شده. اگرم موقع کانفیگ اولیه میگفتیم که این فایل پسوندش VHD بشه، ویندوز هم میتونست بازش کنه دیگه. اینو انجام ندادیم، حواسمون نبوده. یعنی که میومدیم تو منیج ویندوز، دیسک منیجمنت رو میوردیم،
در این قسمت این مور اکشن داره. مور اکشن من میتونستم فایل VHD رو اد بکنم بهش، یعنی بیام کجا این آدرس اینو کپی کنم، این آدرس این فایل رو اینجا بزنم پیست، البته اینجا باید بزنم دیگه. اینجا الان میبینید نداره. اگر فرمت این فایل VHD بود من اینجا این فایل رو میتونستم بهش اوپن کنم، بهش بدم، بعد دقیقا مثل یه درایو ویندوز به من نشونش میداد، درایور رو به من نشون میداد، میتونستم فایلامو توش کپی کنم، ازش بردارم. این کارا رو میتونستم به راحتی انجام بدم. و اگر هم این دکمه رید آنلیش میخورد فقط میتونستیم ببینیم، محتوای توش رو ببینیم، دیگه چیزی نتونیم توش کپی کنیم. حالت رید آنلی به خودش میگیره. اینم حالا گفتم که اگر خواستید شما در واقع این کار انجام بدید بتونید و بدونید که چجوریه. حالا ما فرمتش رو ویدیویی گذاشتیم، اینو دیگه نمیشه عوض کرد، ویرچوال دیسک ایمیجه. ولی اگه VHD باشه همینجوری که گفتم ویندوز هم میشناستش، ویندوز میشناستش و میتونیم ازش استفاده کنیم. اینم از این. حالا این تقریبا 40% جلو رفته دیگه، بس منتظر باشیم که نصب این کامل بشه. حالا من فعلا متوقف کنم رکوردو. خب این الان نصبش داره تموم میشه تو مرحله اول. بعد از این مرحله میره که سیستم یه بار ریستارت بشه و بعد از ریستارت من الان اینو میزنم میاد که درایورها اینا رو بریزه. اینجا دیگه هیچ کلیدی رو نمیزنم که وارد بوت اون ویندوز نشه مجدد. این الان ویندوز 7 داره میاره بالا، میره که ریجیستری رو آپدیت کنه و اینجا درایورها رو میره نصب میکنه، درایور کارت گرافیک و درایورهای دیگه شو نصب میکنه که ویندوز بتونه بالا بیاد. این مرحله که تموم بشه دیگه ما وارد خود ویندوز میتونیم بشیم و اونجا دیگه میتونیم نرم افزار ISE رو نصبش رو انجام بدیم. دیگه نصبش خیلی راحت میشه. این الان مجدد ریستارت میشه و اینجا هم که به کلیدی دست نمیزنیم که وارد بوت CD نشه، ویندوز به شکل عادی بالا میاد و اینجا دیگه میره و اون اینیشیالایز اولیه ویندوز رو انجام میده. اسم یوزرمون رو ادمین میذاریم، اسم کامپیوترم باشه lpcarm.ir، البته داتو قبول نمیکنه، lpcarm.ir اینم اسم کامپیوتر باشه، پسوردم نمیخواد. اینم اسکیپ میزنم. موقعیت جغرافیاییمون رو میتونیم بذاریم روی تهران. اینم که تاریخمونه. نکست. اینم شبکه است که میگم پابلیک باشه شبکش. اینجا الان اون اکتیویتور ویندوز رو اجرا میکنه. تا این مرحله نباید CD ویندوز رو خارج میکردید که اکتیویتور از روی CD ویندوز بتونه اجرا کنه که ویندوز اکتیو بشه. خب این الان اکتیو میشه و یه ریستارت دوباره میشه. الان سیستم رو مجدد ریستارت میکنه. الان کارهای اولیش انجام بده، بعد سیستم ریستارت شد اومد بالا، دیگه میتونیم ISE رو نصب کنیم. تا الان 10 گیگ فضا رو به خودش اختصاص داده. خب این الان داره اوکی میشه. اینم بره دیگه تمومه، ویندوز یه ریستارت میشه و دیگه وقتی بیاد بالا دیگه این اوکی میشه. الان ریبوت میشه. الان ریبوت شد. البته من اینجا میتونم اینو ببندم، نرم افزار ببندم. الان میگم چرا. مجدد بازش کنم و اینجا تو ستینگش تو این قسمت ایمیجش رو عوض بکنم. اگه بذارم من عوضش کنم، چرا اینجوریه؟ این ایمیج رو میخوام عوضش کنم. این ایمیج این در واقع ویرچوال باکس رو
ایمیجش رو عوض بکنیم که بتونیم بهش درست فرمان بدیم. خب من یه بار مجدد اینو باز و بسته کنم، ران از ادمینشم کنم که دیگه ایرادی نگیره. ببینیم این رو چرا دیگه اجازه نمیده من اینو عوضش کنم، خیلی عجیبه. ستینگشو که بیاریم ویندوز 7 ایناش که همه یه بار اصلا بزنیم بیاد بالا، بعد یه بار فکر کنم خاموشش کنیم اینجوری، چون من بستمش شاید به خاطر اون بوده درست نیومده این. آره همین، ما باید بریم اینجا شات داون بزنیم. حالا صبر کنیم بیاد دیگه، اب نداره، صبر کنیم بیاد بالا. این چون شات داون نشده بوده اوناش همه غیر فعال بوده. خب این الان بیاد بالا، دسکتاپ رو آماده بکنه بیاد بالا که بتونیم اینو شات داونش کنیم. از اینجا هم میتونستیم بریم و از نمیدونم کجاه میزنیم شات داون میشه. حالا دقیق نمیدونم کجاه. بعد اسکرین رزولوشن هم یکم کوچیک کنم که بهتر دیده بشه تصویر. اوکی، این منو استارتش هم اولین بار که میاد یه سری تنظیمات هم همیشه روش انجام میدم. لارج آیکون نمیخوام، هایلایت هم نشه. خب این دوتا رو هم از پین بر میداریم، اینم میاریم پایین تر. مای کامپیوتر هم نشون بده روی دسکتاپ. بعد همیشه شما ویندوز ریختی دیگه فرقی نمیکنه چه ویندوزی باشه، وارد کنترل پنل بشید، حتما قسمت اوتو پلی این تیکو بردارید که فلشی چیزی زدید ویروسی بود ویروس نره وارد سیستم بشه. این کار حتما انجام بدید. خب من اینو خاموش میکنم، میزنم شات داون بشه. این الان خاموش شد. الان دیگه ستینگش باید درست بشه. الان بله الان درست شد. الان میام دوباره این چوزه رو میزنم، اد میزنم، میام تو این قسمت که FPGA هست FPGA رو باز میکنم. نرم افزار ISE رو باید بهش بدم اینهاش. نرم افزار ISE حالا نسخه های مختلفی داره. نسخه ای که من اینجا میخوام استفاده کنم نسخه 14 و 17 دیگه، آخرین نسخه نرم افزار ISE هستش. اینو انتخاب میکنم، این رو قرار بده تو درایو CD. مجدد میزنم این ویرچوال باکس اجرا بشه و بیاد بالا. مجدد میزنیم اجرا بشه، اینجا میاد. الان مجدد ویندوز رو میاره و اینجا من میتونم نرم افزار ISE رو نصب کنم. الان اگر بیارمش یه درایو CD برای من ایجاد کرده. این درایو CD رو بیارم میتونم Xsetup رو اجرا کنم، یس بزنم، نصب نرم افزار الان برای من باز میکنه. صبر کنیم بیاد. حالا یه کاری رو باید حتما انجام بدیم موقع نصب. البته چون رزولوشن صفحه کوچیکه نمیبینیمش، بعد همون 1024 بذاریم که این دیگه کامل دیده بشه این محیطش. اوکی، الان تو صفحه ای که باز شده من نکس رو میزنم، این دوتا رو موافقت میکنم، نکس، موافقت میکنم، نکس. اینم همین سیستم باشه، نسخه سیستم، اینم نکس. بعد نکس اینجا محل نصبشه. محل نصبشو شما میتونید این کارو بکنید برای اینکه تو هارد دیسکتون کمتر صرف جویی بشه. اینجا میتونید یه فولدر بسازید به همین نام زایلینکس و برید پروپرتیز ازش بگیرید، اینو بگید کامپرس بشه، فشردش کنید فولدر رو. درایو NTFS میتونه این کار رو انجام بده برای ما. وقتی این کامپرس بشه نزدیک 5 گیگابایت صرف جویی میشه. حالا چون درایو ما درایو مجازیمو کلا 32 گیگه، ISE نصب بشه 20 گیگ جا میگیره و 20 گیگ و 10 گیگ تقریبا پر میشه. ولی اینجوری 5 گیگ صرف جویی کنه خیلیه برای ما، چون درایو مجازیمون کمه حجمش. خب اینم میگه میخوای این باز این
فضا رو داره ایراد میگیره، میگه فضاش کمه ها، میخوای نصب و انجام بدم. حالا ما میتونیم یس بزنیم. البته اینجا اگه من برم بگم فولدرها یعنی فایلای مخفی رو نشون بده، این که نه. یعنی اینجا تیکه اینا رو برداریم بگیم فایلای مخفی رو نشون بده. الان 2 گیگ پیج فایل مربوط به رمه. بله حالا من یس میزنم. این چون فشرده هست خودش دیگه میفهمه، مشکل ایجاد نمیشه. ولی اگه جا نداشته باشه خب این نتونه بره، خب ارور میده دیگه، وسط نصب ارور میده و دیگه نمیتونه درست درمون بره و نصب و انجام بده. دیگه بعد منتظر باشیم این درایو سی زایلینک اینجا این دیگه نصبش انجام بشه. این دیگه بعد صبر کنیم تا آخر نصب این بره جلو دیگه. بعد منتظر باشیم که این بره و ممکنه زمان ببره. نصب شاید 30 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه طول بکشه و دیگه بعد منتظر نصب باشیم. بعد از نصب یه فولدر کرک به ما داده. بعد از نصب صفحه ای که باز میشه از ما لایسنس میخواد. این لایسنس رو بهش بدیم این دیگه اکتیو میشه، نرم افزار اکتیو میشه. لایسنس هم میتونید کپی کنید تو همین محل نصب که دیگه وابسته به سی دی نباشه. وقتی نصب شد من میام درایو سی فولدر زایلینکس اینو بهش میدم. این دوتا فایلم الکسیه بندازیمش دور. آره اینم میشه از در واقع لایسنس دادنش. یه نرم افزار به راحتی باز میشه. اگرم ویندوز شما ویندوز 10 هست، من اینجا راهنماشو در واقع گذاشتم. یه راهنمای اینجا هست که اینجا میگه چجوری ما باید روی ویندوز 8 یا ویندوز 10 ISE رو نصب کنیم. تمام دستورالعمل ها رو اینجا من یه بار اجرا کردم، اون کارهایی که این گفته. این رو اگر کپی کنیم ریپلیس کنیم روی محل نصب این اوکی میشه، قشنگ دیگه باز میشه ISE و میاد بالا. فقط تو ویندوز 8 و ویندوز 10 یه فایلی وجود داره به اسم collect2 collect2.exe. این فایل رو هم باید پاک کنید که بتونه شبیه سازی رو براتون اجرا کنه، شبیه سازیش رو براتون بیاره. این فایل حتما باید دیلیت بشه، پاک شه بره که این بتونه به درستی بیاد بالا. دیگه این فرایند نصب همینجوری که گفتم یه مقدار زمان بره و چون این فایل هم داره از شبکه نصب میشه یه مقداری سرعت رو کند میکنه. یعنی من دارم از شبکه استفاده میکنم. این فایل ستاپش رو داره از شبکه میاره، وگرنه درایوی که داره نصب میشه درایو SSDه، درایو هارد SSD منه و سرعتش موقع کپی تو این درایو بالاه، ولی از شبکه چون داره میخونه یه مقدار کند هست و دیگه باید منتظر باشیم که این تموم بشه دیگه. آخرش که تموم بشه برنامه وین پیکاپ رو میاره، اونو باید نصب بکنیم. وین پیکاپ برای ارتباط با شبکه است، برای ارتباط با کارت شبکه استفاده میشه و اصلا خود شبکه دیگه اونو نصب میکنه. بعد درایورهای ISE رو میریزه و همین. بعدش هم که اون لایسنس منیجمنت رو میاره. اون لایسنس منیجمنت رو که بیاره ما دیگه آدرس لایسنس رو بهش میدیم و دیگه نصب نرم افزار تموم میشه دیگه. فکر کنم کامل همه قسمتاش رو توضیح داده باشم که این به چه شکلی هست، این نرم افزار به چه شکلی داره کار میکنه. یه نکته هم بگم، نرم افزار پلنهد نسخه قدیمی ویودو یه جورایی به حساب میاد، خیلی شبیه ویودوه، گزینه هاش چیدمان در واقع گرافیکیش و اینها. این هم از ISE ورژن 9 به بعد اضافه شد به ISE تا ورژن 14 و 17. از ورژن 14 و 17 به بعد اسم پلنهد عوض شد و شد ویودو.
یعنی نسخه 2013 شد دیگه ویودو 2013 و بعدش دیگه ISE توسعه پیدا نکردش. حالا نرم افزار ISE برای سری های قدیمی FPGA هست، مثلا سری اسپارتان یا ویرتکس 5 ویرتکس 2 چه میدونم، این نسخه های قدیمی. و تو نسخه های جدید اینها پشتیبانی نمیشن، یعنی تو ویودا اینا پشتیبانی نمیشن و ما فقط میتونیم با سریای جدید FPGA کار کنیم، سریای 7 و سریای بالاتر از 7، آلترا اسکیل یا آلترا اسکیل پلاس. این نسخه ها رو فقط پاسخگو هست، این نسخه ها رو فقط میتونیم ما اجرا کنیم. الان پلن هد رو نصب کرده اینجا و حالا اگر اینجا رو باز کنیم، محل نصب رو باز کنیم، میتونیم ببینیم که اینها رو داره نصب میکنه. مثلا خود ISE رو که بیاریم اینجا کلی کتابخونه اینها داره که اینا داره نصب میشه. مثلا این فولدر VHDL رو بیارم، اینجا کتابخونه های VHDL رو قرار داده و از اینا میتونیم توی طول برنامه‌مون استفاده بکنیم. مثلا کتابخونه i3e استیدی لاجیک آنساین، استیدی لاجیک تکس IO، حالا بقیهش هم هنوز نصب نکرده. استیدی لاجیک 11 مثلا 64 نسخه های مختلفشو که اینکلود میکنیم اول برنامه یوز میکنیمش، اینجا داره میاد. حالا دیگه باید منتظر باشیم نصبش انجام بشه. تا همین الان هم اگه من هارد SSD رو بیارم میتونیم ببینیم که حجم واقعی نرم افزار تا الان انقدره، حجمی که داره روی دیسک اشغال میکنه کمتر از اینه، میبینید که کمتره. حالا بس صبر کنیم که کامل نصب بشه که اینم بتونیم یه مقایسه انجام بدیم، حالتی که کامپرس باشه یا حالتی که کامپرس نباشه، اینها با هم چه تفاوتی دارن. پس نرم افزار ISE سریای قدیمی رو پشتیبانی میکنه و ما نمیتونیم بگیم فقط ویودو بریزیم، فقط ویودو نصب کنیم. خب اون سریای قدیمی قابل برنامه نویسی و کد نویسی نیستن با ویودو. حالا نسخه ویودو، حالا نرم افزار دیگه هم هست برای کار با FPGA، ولی مثلا همین ویودو رو بیاریم، انواع نسخه های ویودو هست که دیگه نسخه 2022ش به نزدیک 70 گیگابایت رسیده، خیلی سنگین شده. مثلا نسخه 2013ش 4 گیگ بوده، 2015ش 2014ش اونا 4-5 گیگ بیشتر نبودن، اما 2022ش دیگه خیلی سنگین شده، خیلی برنامه سنگینی شده. و حالا خود ISE هم که انواع ورژن ها رو داره و حالا ورژن آخرش دیگه همینه 14 و 17 دیگه باید منتظر باشیم این نصبش انجام بشه. نصبش که انجام شد دیگه اون دپندنسی هاشو، این وین پیکپ و درایور ها و اینهاشو بهش آدرس میدیم که اونم نصب کنه. پس این هم از توضیحات این نرم افزاره شدش که اینجوریه. مثلا ISE ورژن شما چیز رو نصب کنید 13 رو نصب کنید، کجا بردمش اینجا، ورژن مثلا 13 و 11 تا این ورژن هلپش آفلاین بودش و نیازی به اینترنت نداشت. ورژن 14 و 17 هلپش آنلاین شده و شما باید اینترنت داشته باشید بتونید ببینیدش. مثلا یه تفاوت‌های اینجوری هم با هم دیگه دارن که حالا مثلا میشه این ورژن رو ریخت و هلپش رو برداشت، هلپش رو کپی کرد و بتونیم از هلپش استفاده بکنیم اگه خواستیم. اون داکیومنت و مستنداتش همه آفلاینه. و خب ورژن های قدیمی تر ممکنه مثلا بعضی از مدل های جدیدش رو نداشته باشن، اما مدل اسپارتان و اکثر اینا دارن، اکثر این ورژن ها.
اکثرشون اینا رو دارن که دیگه ما باید بر اساس نیازمون یکی از اینا رو نصب بکنیم. مثلا اگه یکی بخواد با اسپارتان 6 یا اسپارتان تیری کار کنه، ورژن 7 یا 8 ISE هم پاسخگو هست، لازم نیست بره دیگه آخرین نسخه نمیدونم چیزو بگیره انقدر سنگین باشه، چون این نسخه 6 گیگه، 6 ممیز تقریبا 2 گیگ جا میگیره. اینم الان آخراشه دیگه، این یه چند تا دیگه بره این نصبش تموم میشه. بعد از نصب همینجوری که گفتم وین پیکاپ میاد که بعد اون رو نصب کنیم و بعدش هم درایورها رو میریزه، بعد اون لایسنس رو میدیم و دیگه نرم افزار اکتیو میشه میاد بالا. ISE رو میتونیم دیگه استفاده کنیم. حالا تفاوت ISE با ویودو اینه که ویودو همه بلوک ها رو، همه بخش ها رو توی یه نرم افزار کرده، یه فایل اگزه داریم. اما ISE یا پلن هد اینجوری نی، برای پروگرام کردن ایمپکت رو داریم، برای برنامه نویسی میکرو بلیز SDK رو داریم، برای تایمینگ ها برنامه جداه، برای شبیه سازی آیسیم رو داریم، اگزه های مختلفی رو داریم. اسمش هم که شده ISE به خاطر همینه، Integrated Software Environment، محیط نرم افزاری مجتمع میشه، انواع نرم افزارها رو تو خودش داره که حالا اگر این نصب بشه، کامل نصب بشه، تو منوی استارت هم وارد بشید، البته الان کامل نیومده، اینجا میتونید انواع ابزارها رو ببینید. مثلا SDK برای برنامه نویسی به زبان C، برای اون پردازنده های نرم افزاری که میایم و درست میکنیم. این دیگه الان آخراشه، این دیگه فکر کنم به 80% برسه دیگه تموم بشه، 82% برسه. حالا این هم پس تفاوت ISE با نرم افزار ویودو میشه که اگزه های جدا جدا داره، ولی ویودو کلا یه دونه اگزه برای همه اینها اجرا میشه، ران میشه و در واقع اون کانسترینت نویسی و این قیدگذاری و اینها هم یه مقداری متفاوته. نرم افزار ISE با نرم افزار ویودو یه مقدار این قیدگذاری ها و اینهاش فرق میکنه، با هم متفاوت هست. این صبر کنیم این قسمت هم انجام بشه. این الان آیکونش رو دسکتاپ آورد. سیستم ژنراتور برای نرم افزار مطلبه. حالا من چون مطلب ندارم اینو میزنم بره به بلوک سیمولینک مطلب، به بخش سیمولینک یه چیزایی رو اضافه میکنه. اینم که مال ویژوال استودیو ریجیستریبیوتدشه، اینم حالا اینجا نصب بشه که بتونه اون وین پیکاپ و اینا رو اجرا بکنه. خب اینم نصبش انجام بشه دیگه میریم سراغ وین پیکاپ. وین پیکاپ رو میاره، اونو میریزیم، درایورها رو میاره، اونم نصب میشه و بعد از این لایسنس رو بدیم دیگه نرم افزار اکتیو شده و بالا اومده. خب اینم از این فینیش رو میزنم، اینم دوباره باید نصب بشه، اینم باز به همین شکل یه ریجیستریبیوتد ویژوال استودیوه که اون کتابخونه های ران تایم و ایناشو بتونه بیاره که برنامه درست اجرا بشه. خب اینم وین پیکاپه، اینم نکس میزنیم، اینم تموم میشه و اینجا درایورها رو نصب میکنه. ما اینجا اینستال میزنیم که اینها نصب بشن به این شکل. دیگه نصب بشه این فینیشش میاد. اینم که سیستم ژنراتوره که من ندارم. الان صفحه‌ای که میاره اینو میزنم. توی ویندوز 10 به هیچ عنوان لود رو نزنید، این صفحه بسته میشه. بعد آدرسش رو دستی اینجا پیست کنید. حالا مگه اینجا لود بزنم چون ویندوزم 7 مشکلی نداره، آدرسش رو دستی ست کنید، یعنی میاد اینو بهش میدید.
اینو اینجا بهش میدید. این الان اکتیو شد، نرم افزار اکتیو شدش و دیگه این الان به راحتی باز میشه. نرم افزار ISE به راحتی باز میشه. خب اینم از نصب ISE. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. متشکرم.